زندگی یک چاره هست که از مشکلی های زیاده وارد است. زندگی هم مشکلی دارد هم آسانی دارد. برای بعضی ها بسیار مشکل است، خصوصا برای آنهایی که زحمت کشند، از عائله های از خانواده های زحمت کش برای رسیده‌اند. ولی برای بعضی ها سرسری رویکی بسیار آسان می‌نماید، حالا که زندگی یک درس عبرت است. بسیار مشکل است، درس است که از او باید انسان یک آموزد، هم از پستیش، هم از بلندیش، هم از تپه و نشیبش، هم از راه و هم خارش و هم خسش، هم خار و خسش. زندگی مثل هم بغران است که در همه جا یک خل میبارد، یکی در یک جا لاله میگیرد، در دیگه جا خور، مثل که سعدی گفتم. استاد باز یک بار دیگر با مناسبت به این سال مبارک رسیدن مبارکات میگوییم. کتابی میگویم ما همین عریف‌ها رو از شما آموختیم. بنابراین میخواستیم که کمی درباره حالت وجودیت و مخصوصا کتابی افزایی نشر شده معلومات بدید. تشکر. سوال بسیار خوب ولی مسئولیتناک، زیرا آدم انسان درباره خودش چیزی گفتن مشکل است. چه گفتن مشکل است؟ هرچی میگویند دوستان میگویند، رفقان میگویند، همکسبان میگویند، شاگردان شکر خدا حاضر همه هستند میگویند. اما درباره فعالیت ایجادی این است که من از مادر مهربانم 100 راضیم. من اینجا دکتر رسمش آمد اینجا جوانیم که گویا مرا برای معارف آفریده است، برای تعلیم و تربیت. گویا همیشه، چون که وقتی که مشاهده میکنه آدم، بعضی ها برای کار سودا، بعضی ها برای کار یکان راهبری، یکان کار دیگر، بعضی ها برای کارهای دیگر آفریده میشوند. اما گروه برای تعلیم و تربیت، برای همین کار آفریده میشوند. از جمله من دو دوستی برای عزیزی من در اینجا قرار دارم. من از اسفره یک عمر معلم صنف‌های ابتدایی بودن، حاضر متدیستی صنف‌های ابتدایی. چندین کتاب شد. سعید با شعر باید دکتر علم پداگوگ، مؤلف چندین کتاب درسی پداگوگ و متدیک. و امروز سرور متدیستان جمهوری بیا امریکاست. من ببینید من همین دوست ها برادرها که نمونه شاگردا هستند، همون نتیجه خدمت خاکسارانه من هم از کمک کرد در تشکل این مردم، در پیشروی این مردم. همینطور از همون سالهای اولی آموزشگاه پداگوژی تا امروز به کار پداگوژی مشغول هستیم، با آموزش پداگوژ هم مشغول هستیم. وقتی آخر یک چیز ولی اندکی دیر شد، چون که پیر شدیم، یک چیز مرا به تشویش آورده است. پداگوژی شرق
پداگوگای مردمی مشرق زمین شرق، از آن جمله پداگوگای خلق خودم. همین چی در آموزشگاه چی در دانشگاه پداگوگی کجایی که خوندیم همه غرب، پداگوگ همه غرب. و این پداگوگ این مردم کجا شد؟ این مردمی که دنیا را آفرید، اولین خلقی که اگر از دید ایدئولوژی گوییم اولین مردمی که پروردگار آفرید این مردم شرق، پداگوگ اینا کجاست؟ و منبع پداگوگ شرق از چی مورد است که غرب با زبان خودش میگوید که خیرت شرق وستاش نمو درست. وستاش نمو درست اگر که باشد شرق، خیرت شرق باشد، پس پداگوگ این مردم کجاست؟ و اساسی پداگوگی خیرت شرق از چی بود؟ بنده انا همین پیرم که شده باشم با همین چیز کم بهش فکر کردم، مشغول شدم، به یک خلاصه آمدم موزیر. همه ما نتیجه شیر پاک مادری، 100 بار شکر شیر مادر شرق پاک است. غرب رو ببینید در روی میزش در سحر هم نمروزی هم بگیری هم حتما نوشاکی است. نوشاکی سوتی عرق اینا که در اونجا زن و مرد می نوشن. از جمله زنهای هم می نوشن که مثلا حامله دارند یا اینکه کودک کشی میتین از یک طرف، از طرف دیگه عرق میزنند. آبای به شیر مادر تحصیل میکند، ولی در شرق این نیست. در همون هرچند که شرق مکان اولین استحصال نوشاکی ها است. او قصیده مادری مایی استاد رودکی را پیش نظر بیاره، از اون معلوم میشه و از اون پیش باز ده ها عصر دیگر از اون پیش بزرگان دیگر تاکید کردن مسئله آفریدن این چیزی را. و همون شیر پاک مادر من به خلاصه آمدم که انسان پاک میسازد، انسان با عقل با فراست نیست، انسانی که داروی جهانبینی وسیع و انسانی که تحمل پذیر است و در عین زمان خاکسار است. و از شاگردان آینده بسیار خواهش میکردم که همین مسئله را تحقیق کنند، وسیع کنند و مردم فهمانند و موقعیت وستاش نمود درست را به مردم فهمانند. دیگر اینکه من یک خصوصیت دارم، دوستان میدانند، مثلا من حساب نمیکنم که چند مقاله نوشتم، چند کتاب نوشتم، چند کتاب درسی دیگر علمی، این چون حساب نمیکنم. خیریت یک برادر بسیار خوب یک کتاب نوشته بود، اکادمیک محمد لطف‌زاده، همونجا نامبر کرده است، چند کتاب نوشته است،
چند مقاله نوشته است و همین چیزا. بعضا اگر از من پرسن من میگم که همونجا نظر کنید، از همونجا یابید مقدارش رو. هر حال یک زیر تخمین خودم یک 22 جلد آثار پدرگاهی شد. نزدیکی من دین جلد نهم چاپ شد. جلد دهمش چی است در دست چاپ است تا روزهای 20 چاپ شده است. در یادم با شما عذاب کشیدگی در زندگی در نظر شما شده؟ شما دوست عزیز کدام دهقان بچه رو می دانید که عذاب نکشیده باشد؟ من همین دوستان من با چندین عذاب و عزیمه خودم 100 بار شکر که جنگ بزرگ وطنی در خاک وطن ما نگذشت، اما واهمه آن، دغدغه آن آنقدر در وطن ما بود که در اونجا نبود. و من شاهدی مشاهده های همین چیز هستم. وقت 6 ساله بودم که جنگ سر شد و مشاهده میکردم که از این طرفی دره کمپیر مامای من برای پسرش میگیرست، از اون طرف کمپیر مادری سرید خود کردی و قهرمانی فوق سویتی میگیرست. از گریه دو کمپیر دیه پور میشود، دره پور میشود، پور صدا میشود و مردم به واهمه می آمدن، به گریه می آمدن، دادوای می آمدن. و هرچه که مثلا در انقره مکان غله بود، لیکن خود مردم درست نبود، چون که غله را باید با ارمی روان کرد، با اسکرها روان کرد و با هرچند که کودک بودیم در خرها بار میکردن، ما را سوار میکردن زکه زیردای و برداد سپارید. این چیزا را با چشم خودم دیدم، مشاهده کردم و همین چیزا زندگی مرا تشکر دادند. و کسی که از پستی و بلندی زندگی میترسد و این نامرد است. مردی نباید فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. استاد شیربای مبادا غلط نشود. مردی نباید فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. اینجا یک جهان معنای مرد است. معنای مرد است. بی تو اگر مرد باشی فتاده را دستگیری کن. مرد آن نیست که از کسی دیگر زنید به دیگر تی. این مرد نیست. مرد آن نیست که از یک جو دزدی به دیگر جو تی. مرد آن است که از همون مهنت حلال خودش برآورده می‌تید. ما مثلا حکایه های زیادی را درباره حاتم تو می‌دانید که چطور مردی را اون کس و مردم می‌فهمند. خوشبختی را در چی می‌بینید؟ خوشبختی را در فرزندان، در آبادی وطن، در یار و دوستان، همکسبانم شکار ما را دوام می‌دهند. کتاب الفبا نخستین کتاب درسی کودک است و از این رو بسیار مشکل است.
برای کودک 6-7 ساله کتاب نوشتن بسیار مشکل است. اینجا خلاق کودک رو دانستن در کن، زندگی رو دانستن در کن. مثلا حرفا رو جا با جا گذاره، چگونه کلمه پیدا میشه. در الفبایی که زمان من خوانده بودم، بعد از او بود کلمه او، مگر در الفبا بر این کتاب همین گونه کلمه چیز نادرست جای دادن ممکن است؟ نه، ممکن نیست. کلمه باید پیش از همه زیبا، شنوا، فهما از جهت مضمون دسترس و به کودک معلوم و مضمون آن معلوم و مشهور باشد. و اگر توانیم خودی جسمی همون کلمه رو بیاره، لیکن کلمه هایی هست که او رو آورده نمی شود. مثلا فیل را چه بسیف میاره، فیل نمیتونه بیاره. اما کلمه لاله را که ما در کلمه نخستین انتخاب کرده ایم نتوانیم، من همین شب و روز نتوانیم خداش رو بیاریم، نتوانیم قالبش را چی میگن و رسمش را بعد از اون خوش میکنن که انا همون چشم را بیاریم و کودک نشان دهیم. دیگر اینکه قریب نیست به دخترای مردم تاجیک لاله نام برای اینکه این کلمه بسیار زیبا است، روان است، فهما است، بنابراین مردم انتخاب بکنند این گونه نام. 50 سال باز زحمت میکشم که الفبا بهتر و خوبتر شود. 50 سال باز هر سال اگر یگان کس وقت داشته باشد برای زنه، هر سال حتما یگان تغییرات نبیند، مشاهده میکند. یعنی 50 سال باز من از سال 78 این طرف الفبا بنویسم. اولین الفبای من الفبای زبان دری در افغانستان است. لیکن الفبای خودم سال 1980، اما پیش از وی یک کتاب دیگری هم نوشته بودم و هم حکم الفبا رو داشت، صوفی دانش، که بعد آن را به الفبا تبدیل دادم. من یک آن را همین کتاب در برابر کتاب دیگر همین الفبا. از بس که شما امروز جشن دارید، مهمانان دارید، ما اندک وقت از صحبت شما سه شده نمیتوانیم و خدا خواهد نصیب کند اگر از اون وقت شد به خاطر شنیدن تمام قول شما و یگان روز تشریف میاریم و خوشبختی من امروز است که همین کار با امر خدا با امر تصادف شد. همکاری من تمنا پیانی شما اومد مرا تبریک کرده، بعد خواهش کرد که همکنی که موجه میرویم، یعنی که ما و شما همزاد روز لیکن که شما همچون پیر کار زندگی و ما و از ما جوانتر نسل امروزه چی مسئولیت ها چی دعایی دارید، میخواستیم با همین تمنیات نیک شما رو با مهمان میسپاریم. تمنای مردم تاجیک است. پیش از همه صحت سلامت باشید.
پیش از همه صحت سلامت باشه. اگر انسان در پایش خار خلد همه چی را فراموش کرد و در پی آن می شود که چطور همون خارا گیرد. یک کمک مریض شود از پی چندین طبیب و طبابت و یا دارو و دوا می دارد. بنابراین پیش از همه از شما صحت و سلامتی، بعد از آن برای کار میخواهم. و در این وطنی که امروز ما و شما زندگی کرده ایم و این وطن مفت قروض به ما نآمده است، نرسیده است. هزاران آدمان جان باختند برای آنکه این وطن در این شکل به ما برسد و این را ما از تاریخ هم بشنیدیم و آنهایی که نمیدانند عیب است برای آنها، عیب است. بنابراین از شما نیز من را میخواهم اما پیش از همه صحت سلامت باشید و بعد از آن در خدمت وطن باشید. کاری که به شما میفرمایند یا کاری که شما میکنید به طمع از صدق دل انجام دهید. سلامت باشید. صد سالش بعد پیش خلال رحمان باشد.